این مشکل ما اگر نادیده گرفته شود ما کلمان سلاحی را که داریم تصمیم میکنیم ولسوالی سه اعلام میکنیم میریم در خانه هایمان بشینیم صدای کلگی ما اعتراضات مردمی در ولسوالی درایم بدخشان در روز جمعه 14 ثور زمان آغاز شد که نیروهای طالبان به خاطر تخریب مزارع کوکنار به آن ولسوالی رفته بودند. نیروهای طالبان نخست داخل یک حولی شدند و یک فرد معلول و یک خانم را لطوکوب کردند. آنها حین تخریب مزارع کوکنار یک دهقان بچه بدخشانی را نیز شهید ساختند که این ظلم طالبان سبب خشم مردم محل گردید و بر نیروهای طالبان هجوم بردند و آنها را از ساحه دور کردند. هر اعتراض دلایل انباشته در پشت خود دارد. طالبان در چندین ولایت افغانستان علیه مزارع مواد مخدر و یا کوکنار اقدام کردند. آنها بیشترین مزارع کوکنار را در ولایت‌های هلمند، قندهار، بدخشان، تخار، کندوز، ننگرهار و بادغیس تخریب کردند که با مقاومت چندان زارعین مواجه نشدند. اما چرا این اقدام در بدخشان با مخالفت مردم مواجه شد؟ حقیقت امر این است که مردم در بدخشان، تخار و بغلان از برخوردهای قومی و تبعیض آمیز مقامات طالبان در این ولایات به سطوح آمدند. مقامات محلی طالبان در بدخشان، بغلان و تخار اکثرا ساکنین ولایات جنوبی اند که با فرهنگ، زبان، رسوم و عرف مردم محل ناآشنااند. در کنار آن نوع نگاه بالا و پایین نیز در میان مقامات طالبان در این ولایت ها دیده می شود. میگه که ها بدخشان اگر این آقا مثلا ایمان است معمولی دولت هم است مورد تعریف نکنه دیگه میگه که ها طرف اگر محمد گفته اصلا وظیفه شما بارکشی است وظیفه شما پشتوارکشی است برو دقیقا پشتوارکشی. چنانچه معترضین در بدخشان در شعارهایشان گفتند که ولسوال طالبان در درایم به مردم بدخشان گفته که شما با وظیفه اصلیتان که بارکشی است برگردید. حتی طالبان بدخشانی از برخورد تبعیض‌آمیز طالبان پشتون در آن ولایات خشمگینند. چند پیش قاری جمعه فاتح که یکی از قماندانان مشهور طالبان در حوزه شمال شرق است با اعتراض شدید در ولسوالی‌های نوسیل و مایمه از رهبری طالبان خواست تا برخوردهای قوم محور و تبعیض‌آمیز با مردم بدخشان خصوصا طالبان تاجیک را کنار بگذارند. ما اگر تشکیل ولسوالی محکمه ولسوالی نسی امو مجاهدین دوباره جابجا نشوند ما کسایی که در نظام طاغوتی ایفای وظیفه کردن اونا را نمیخواهیم. قاری جمعه فاتح که یکی از برجسته ترین قماندانان این گروه در شمال شرق است تهدید کرد که از صف طالبان جدا شده و پیامد آن به دوش رهبران پشتون طالبان است. این مشکل ما اگر نادیده گرفته شود ما کلمان سلاحی را که داریم تصمیم میکنیم ولسوالی سه اعلام میکنیم میریم در خانه هایمان بشینیم صدای کلگی ما. همزمان در ولایت بغلان طالبان تاجیک و ازبک از ظلم طالبان پشتون به سطوح آمدند. آنها ادعا دارند که طالبان پشتون به خانه های آنها هجوم آورده، زنان را آزار و اذیت کردند و دوستان و قارب آنها را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند و در برخی موارد داخل خانه ها و حریم خصوصی آنها شدند. یکی از قماندانان برحال طالبان به نام ملا عزیز مشهور به حاجی طارق که به حیث مدیر اپراسیون قماندانی امنی بغلان کار میکند در یک پیام صوتی اعتراض خود را از برخورد تبعیض‌آمیز قماندان امنی طالبان در بغلان ابراز کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب بزرگان عمرای ما، ظلمی که در بغلان روان است در زمان امریکا هم بالای مجاهدین این ظلم روان نبود. در بالای فامیل ما حمله کردند، 2 نفر بود، یک فرزند مرا و یک
اندیوال مرا زخمی کرده، فعلا در سپاهخانه بدون سرحد قندوز بستر است. چرا صدای ما را بزرگای امارت اسلامی افغانستان چرا نمیشنوند؟ چرا ظلمی که در بغلان روان است؟ ما مجاهدین کل مشترک جهاد کردیم. امروز ظلمی که از طرف مسئولین بغلان بالای ما مجاهدین میشه، گفتم که در زمان امریکا همچنان ظلم نشده بالای مجاهدین. مجاهدی معلولی که جان خدا، پای خدا، دست خدا، کل آرزو آرمان خدا در فدای امارت کرده، فدای جهاد کرده، امروز در پشت رنجر بسته میشه، با میل با قنداق میزنن، در پشت رنجر بسته میکنن، او را در مابین شهر گشتانده میارن، زندانی میکنه به خاطر چی که تو فیر کردی. آدم از ناموس خود، از خانه خود دفاع نمیکنه جناب عمرا. چرا این ظلم در بغلان روان است؟ چرا مسئولین جهاد خود علیه مجاهدین تاجیک تبار شروع کرده؟ چرا صدای ما به مسئولین نمیرسه؟ آیا شما بارها نشنیدین همچون ظلم؟ ملا عزیز در یک پیام صوتی که گفته می شود بر رهبران طالب در قندهار و کابل فرستاده، از تجاوز بر حریم شخصی اش یاد می کند. سیاسرهای ما را تلفن‌هایش میگیرن، دسترازی میکنن به خاطر از اینکه ویدیو ثبت کرده. چرا ویدیو ما را ثبت کرده؟ وقتی تو مجاهد بالای خانه مجاهد ظلم بکنی، ستم بکنی، ویدیو تو ثبت نشوه، مجبور است یک مظلوم دیگه صدا کرد بلند کرده نتونست، مجبور است که ویدیو تو را ثبت کنه به گوش مسئولین برسانه. چرا همچون ظلم بالای ما مجاهدین روان است؟ چرا بالای ما مجاهدین جهاد روان است؟ اگر غاصب هستیم، اگر ظالم هستیم، اگر گناهکار هستیم، بگذار در محکمه قضاوت خدا بکنه، ما را دار بزنه. یک دفعه صدای ما مجاهدین باید شما مسئولین بشنوین، شما توجه بکنین، حیات رای بکنین، جریان از نزدیک تحقیق بکنین که در حقیقت چقدر ظلم بالای ما شده. چرا صدای ما شنیده نمیشه؟ در امارت دوستای خود عزیز دادیم به خاطر جهاد فی سبیل الله در راه خدا، نه به خاطری که ظلم پشتون بخیزه بالای تاجیک ظلم بکنه و تاجیک بخیزه بالای پشتون ظلم بکنه. اگر تاجیک شدیم کافر نشدیم. یک مرتبه شما دقیق متوجه شین، صدای ما را بشنوین. اگر نمیشنوین روز قیامت در حضور الله والله یخنتون میگیرم. اقدامات قوم محور طالبان طی 2 سال گذشته نشان می‌دهد که این گروه متاسفانه افغانستان را به سوی یک جنگ قومی می‌کشانند. این اقدام طالبان عمدی بوده و تلاش دارند تا زمینه تقابل قومی در افغانستان شدت بگیرد. علت اساسی اعتراضات در ولسوالی‌های درایم و اردوی بدخشان نیز تبعیض، تجاوز به حریم خصوصی و برخورد زشت طالبان پشتون علیه مردم تاجیک در آن مناطق است. مردم در ولایت‌های شمال از برخورد قوم محور و تبعیض‌آمیز طالبان به بینی رسیدند و در بدخشان کارد به استخوان رسیده است و شاید سرآغاز یک تحول در شمال باشد، چون گفتند مردم با کفر کنار می آیند ولی با ظلم هرگز.